سلام بچه ها، من امین محمد اسماعیلی هستم، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و رتبه 183 کنکور ریاضی سال 1402. خب امروز در خدمتتون هستم با مبحث حرکت با سرعت ثابت. خب یکی از در واقع ساده ترین در واقع سوالات و موضوعات فیزیکس، خیلی راحته، کار واقعا خاصی نداره. خب بریم شروع بکنیم. میگه ساده ترین نوع حرکت با سرعت ثابت. خب که واضحه. میگه در این نوع حرکت اندازه و جهت سرعت متحد در طول مسیر باید ثابت باشه. بله، چرا این اتفاق باید بیفته؟ چون ما در واقع میخوایم سرعتمون ثابت باشه، آ باید صفر باشه. پس وقتی هم ما گفتیم در واقع شتاب به چی در واقع وابستگی داره، به اندازه و جهت سرعت بستگی داره. معمولا بچه‌ها جهت سرعت رو اصلا نمیارن یا اصلا فکر میکنن اهمیتی نداره، در صورتی که جهت سرعت خیلی مهمه. در همون اندازه که اندازه مهمه، جهت سرعت هم مهمه برای حرکت شتاب دار. پس ما اگه میخوایم حرکتمون در واقع با سرعت ثابت باشه، باید اندازه و جهت سرعتمون باید ثابت بمونه. و خب اینجا معادله مکان زمان رو نوشته که با سرعت ثابت اتفاق میفته. x مساوی با vt به اضافه x صفر، معادله درجه یک کاری نداره. شما میدونید که در واقع v میشه در واقع شیب در واقع نمودار ما، x هم که خب تابعمونه، t هم که متغیرمونه، x صفر همونه که در واقع عرض از مبدأمونه. چیز خاصی وجود نداره اینجا. مثال یک در مثال سختی نیست، اگه خواستید خودتون حل بکنید، چون بهتون توصیه نمی‌کنم تو این روزهای پایانی اینو حل کنید، چون خیلی واقعا سوال است. هرچی وقتتون رو دارید تضییع بدید. تمرین 1.6 گفته که دو تا متحرک داریم بی و آ، بیا معادله در واقع مکان زمانش رو بگو و سرعتش هم که خب باید بگیری وقتی معادله‌شو میگی. خب وی بی میشه چی؟ میشه در واقع یه مثلث شما تشکیل میدی، حالا به هر ابعادی که دوست داشتی، چون اگه هر مثلثی هم در واقع تشکیل بده تو اون خطه، در صورت چون زاویه برابره، تانژانت تتاش هم همونه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی حالا چون واسه ما در واقع واسه راحتی میخوایم، ما میگیم در واقع 12 متر تقسیم بر 4 ثانیه که میشه 3 متر بر ثانیه، از اون در واقع معادله مکان در واقع بیو به دست میاریم که میشه 3 تی به اضافه 12 هم به خاطر در واقع عرض از مبدأشه. وی آ هم که خب خیلی راحته دیگه، میشه دوباره ضلع مقابل به ضلع مجاور، 8 تقسیم بر 4 2 و ایکس هم در واقع میشه 2 تی. سوال در واقع تمرین کردم، تمرین خوبیه. از این سوال زیاد خواهید دید که در واقع حالا خیلی راحتشه، چون در کنکور اگه بخواید در واقع سوال این تیپ رو حل بکنید، در واقع سوال قطار رو داره، چه میدونم سوالات میتونه متحرک متفاوتی داشته باشه که از مقابل از بعد تازه بعد خودتون تحلیل بکنید. حالا نمودارش معمولا درجه یک نیست و خب سوالات اکثرا سختی، حالا ممکنه تازه نمودار ایکس تی هم در واقع راحت تری میشه. شما میتونید در واقع نمودار آتی بهتون بده که قطعا همین کارو میکنه کنکور، چون کنکور امتحان نهایی نیستش خیلی گلابی راحت بگیره. ولی برای امتحان نهایی همین در واقع همین قسمت به حل بکنید و بفهمیدش واسهتون کافیه. ایکس بی رو شما به دست میتونید بیاری که خب اینجا شیبش در واقع توجه به این مثلث میشه در واقع تی منهای 3 منهای 3 به خاطر در واقع عرض از مبدأش. ایکس آ هم در واقع بخش ایکس در واقع آ هم آره میشه منهای تی به اضافه 3، چون شیبش در واقع منهای 1 میشه منهای 4 تقسیم بر 4 میشه منهای 1. 4ش هم به خاطر عرض از مبدأشه. اگه دو تا متحرک بخوایم در واقع به هم برسن و چه اتفاقی واسهشون بیفته، مکانشون باید با هم برابر باشه. خب میشه در واقع تی منهای 3 برابر میشه با منهای تی به اضافه 4 که از تی میشه 3.5 ثانیه. خب بچه‌ها همونطور که دیدید در واقع موضوع حرکت با سرعت ثابت خیلی موضوع راحتیه و قطعا شما با همین حل این دوتا مثال، دوتا تمرین، میتونید به راحتی از پسش تو امتحان نهایی بر بیاید. مثل آدم‌های دیگه حالا بهتون نمیگم میتونید کنکور رو حل بکنید، چه میدونم کنکور 90 80 100 اینا بزنید با دو تا سوال حل کردن ساده، ولی میتونید امتحان نهایی نتیجه بگیرید و حتی 20 بشید. ولی کنکور رو متاسفانه انقدر، با اینکه بازم فیزیکس آسان ترین درسه تو این چند سال اخیر، ولی بازم شما با این حل این مثال باز هم شما نمیتونید نتیجه بگیرید در کنکور. خب امیدوارم موفق و سلامت باشید.